چی کار داری میکنی؟ به هر قیمتی میخوای توی یه رابطه بمونی؟ آره درست متوجه شدی. امروز میخوام راجع به رابطه مقعدی صحبت بکنم. ببینید، اولا که صحبت از دیدگاه پزشکیه و ما میخوایم که واقعا از دید علمی بهش نگاه بکنیم. هیچ گونه قضاوت، هیچ گونه ترس، هیچ گونه کنجکاوی تو این مسیر وجود نداره. این صحبتی که میخوام بکنم بیشتر میخوام از دید یک فردی که تو این حیطه درس خونده و اطلاعاتش شاید یه مقداری بیشتر باشه صحبت بکنم. ببینید، مقعد از لحاظ آناتومی اصلا برای رابطه جنسی طراحی نشده. هیچ گونه ترشحی نداره، هیچ گونه استقامتی نداره در مقابل فشارهایی که بهش وارد میشه، چون یک سری محرک‌های ریزی تو این قسمت ساختاری وجود داره که با پاره شدنش میتونه مسیری برای بسیاری از میکروب‌ها باشه، برخلاف ناحیه تناسلی و برخلاف واژن خانم‌ها. واژن خانم‌ها خب هم ساختار قابلیت ارتجاعی داره، هم اصلا طراحی برای رابطه جنسی شده، همین که یه سری ترشحاتی داره که میتونه باعث سهولت رابطه جنسی بشه. بنابراین اگر بخوایم اینو ریزتر بررسی بکنیم، اگر فردی برخلاف میل خودش، ببینید من نمیخوام قضاوت بکنم، من نمیگم که این کار از نظر حالا دید خیلی ممکنه درست باشه، ولی نمیخوام اصلا اینو قضاوتی روش داشته باشم، ولی اگر کسی بخواد این رابطه رو تن به این رابطه بده، در آینده نه چندان دور ممکنه یه سری مشکلات پیش بیاد. یک، به خاطر اون فشارهایی که به ناحیه آنال وارد میشه، ساختار نرمالش از حالت طبیعی به حالت قیفی در میاد. در آینده ممکنه که دفع و خروج خود به خودی گاز و مدفوع داشته باشه. از لحاظ اعتماد به نفس و عزت نفس به درجات پایین نزول میکنه و واقعا اعتماد به نفسش رو از دست میده. به خاطر همین وقتی که بهش دقت بکنیم، نگاه میکنیم، هم عوارض جسمی داره، هم عوارض روحی روانی و آناتومی داره. پس بهتره که روی این قضیه کار بکنیم و یاد بگیریم که در مقابل بعضی چیزا اگر خودمون موافق نیستیم، شجاعانه ترین راه اینه که نگفتن رو یاد بگیریم. یعنی یاد بگیریم که نبگیم. قرار نیست برای پایداری هر نوع رابطه تن به خیلی چیزایی که برخلاف میلمون هستش بخوایم به اون موارد تن بدیم. خب من خودم به شخصه به عنوان کسی که در این حیطه، بازم گفتم، تجربه کاری دارم و افراد زیادی با من مشورت میکنن، خودم با این رابطه مخالفم. یعنی هیچ وقت به هیچ کسی تحت هیچ شرایطی توصیه نمی کنم که این نوع رابطه رو پذیرا باشه. امیدوارم که شما هم بتونید در جایگاهی که هستید یک تصمیم درستی برای خودتون بگیرید. موفق باشید.